ترمینال های بیشتری بانک های تاجیکستان پل های 100 سامانی نمونه سال 2021 را با وجود چند سال پیش به معاملات برآمدن هنوز هم قبول نمی کنند. ساکنان می گویند این چیز آنها را سرگردان و کارشان را مشکل کرده است. ترمینالی که پول نو قبول نمی کنند خیلی کمی ما مشکلات میکشیم در زمین. برای چی؟ برای اینکه مثال میکوبی مغازین میکوبی یگان شناس میکوبی تو به پول علیش کند. بسیار وقت ما پول میگذارونیم پول نو قبول نمیکنن. ما میریم پول رو یا مایده میکنیم مایده یا اینکه علیش عوض میکنیم. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت این مشکل در پی تقویت چاره‌های بی‌خطری پیش آمده است. المنت‌های 100 سامانی‌های نو را از جهت امنیتی پرزورتر کرده اند و همه ترمینال‌ها اکنون باید بازسازی شوند. باید که در دوام سال 2024 طبق نقشه چهاربینی که از جانبی تشکیلات‌های قرضی پیشنهاد کرده شدند در دوام سال 2024 باید که مشکلی برطرف کرده شود. با گفته طالبزاده برای آنکه ترمینال ها پل های نو را قبول کنند باید تجهیزات نو خریداری کرده شود و این خرج علاوه‌ای را طلب می کند. بنابراین بعضی از بانک های کشور تا حال نتوانستند این مشکل را حل کنند. یک همون تجهیزات در دایره 600 تا 700 دلاری ایالات متحده آمریکا می شود. بعضا بانک ها الکی پول را برطرف کردند، بعضا بانک های دیگری که دارای شبکه‌های وسیع‌تر از کاربری رفته ایستاده است. بانک ملی تاجیکستان سال 2021 پل‌های نو را با ارزش‌های گوناگون از جمله 100 سامانی برآورد. آن زمان گفته شد که درجه حفاظتی پل‌های کاغذی نو تقویت بخشیده شده است. به اطلاع بانک تا 31 دکمبر سال 2023 از 3492 ترمینال قبول پرداخت‌ها در کشور 551 ترمینال بازسازی شده است.